با اینکه گفته بودیم صبح ساعت 6 راه میافتیم، ولی خب فقط یه حرف بود. یا رو به 12 راه افتادیم. دلیلش هم این بود که واقعا نمیدونستیم کجا بریم و تصمیم بر این شد که بریم سنندج قشنگمون. مسافت بین کرمانشاه سنندج حدود 2 ساعت راهه. با اینکه سر ظهرم راه افتادیم، هوا خنک بود و کم کم داره بوی پاییز میاد. اینم از کامیاران، شهری که مابین کرمانشاه و سنندج قرار گرفته. یه سفرم با هم میریم روستای پالنگان که خیلی قشنگه. با اینکه کرمانشاه زندگی میکنم و عاشق شهرمم، ولی خب اصالتا کرد سنندجم. بعد از رد کردن کامیاران که وارد جاده سنندج میشی، یه حس و حال وصل نشدنی دارم. از هر قسمت این جاده لذت میبرم چون منتهی میشه به شهر قشنگم، شهر زیبای سنندج. اگه قبلا سنندج اومدی حتما نظرتو واسم بنویس. حتما کانالمو ساب کن، ویدیوهامم لایک کن، چون جاهای دیدنی خیلی زیادی هست که قراره با همدیگه بریم و بهت نشون بدم. توی مسیر جاده سنندج یه سد هست به اسم سد گاوشان. بریم یه استراحت بکنیم و یه چایی بخوریم و یه خستگی در کنیم و از زیبایی این سد لذت ببریم. یعنی نگم براتون که چه نسیم خنکی داره میوزه. انقدر هول بودیم یادم رفت از نهار ویدیو بگیرم. هوای اینجا خیلی عالی بود، ولی صد حیف که نتونستیم نزدیک‌تر بشیم. برای احتیاط جاده رو بسته بودن. راستی اینم بگم نهارمون برنج و خورش کرفس بودا. تازه شیرینی و چای هم خوردیم. تازه میوه‌های استوایی رنگارنگ هم خوردیم عزیزم. هندوونی کوچولو از کشفیات هانا جون. بعد اجرای دابسمش جذابم اینجا وایسادیم، ویدیو گرفتیم، عکس انداختیم. خیلی ویوش قشنگه این یه قسمت و شما حالا شاهد دیوونه بازی من و هانایین. هر بار که میایم تو طبیعت این کار رو انجام میدیم. حالا نمیدونم خلوچلیم، دیوونه‌ایم، چیم، ولی خدایی حال میده جیغ زدن تو طبیعت. خیلی دوست داشتیم تو تونلام جیغ بزنیم، نتونستیم، به جاش همسر جان برامون بوق زد. و این از شهر قشنگمون سنندج زیبا. میدان اقبال که معروف ترین میدان شهر قشنگمونه. بچه این عمارت زیبا و قدیمی اسمش عمارت وکیله که یه ملک کاملا شخصی و موروثی به اسم خانواده وکیله. قدمت خیلی زیادی داره و بنای خیلی جذاب و قشنگی داره. اونم کنار این درختای سپیدار بلند و کهن و قدیمی. دوستان موسیقی سپیدار دقیقاً جلوی عمارت وکیل قرار گرفته و قراره به زودی اینجا آمفی‌تئاتر برگزار بشه، موسیقی زنده اجرا بشه و خیلی کار قشنگیه به نظرم. تاریخ و هنر در هم گره میخورن و روحت رو جلا میدن. بعد از عمارت وکیل اومدم بیارمتون بازار سنندج. اینجا خیابون فردوسیه و یکی از مهمترین بازارهای سنندجه، ولی نمیدونم چه مراسمی بود که کل بازار رو به خاطرش تعطیل کرده بودن و نشد واسهتون فیلم بگیرم. فقط شلوغی و ازدحام جمعیت رو ببین. ما هم که هر جا میریم طبق معمول حتما باید بستنیه رو بزنیم. هر بار هم انتخابمون فقط بستنیه. از بازار که اصلا لذت نبردم و گفتم فایده نداره بریم آبیدر. پل معلق سنندج که میخوام امتحانش کنم. اینم از آبیدر زیبا و همیشه زنده و بام سنندج که هم زیپلاین داره و هم پل معلق و ما میخوایم پل معلقش رو واسه اولین بار تجربه کنیم. فقط صدای هانا که میگفت من باید زیپلاین سوار شم و منم نمیذاشتم.
من به شدت ترس از ارتفاع دارم، ولی خب تصمیم گرفتم حالا پا رو ترس هم بذارم و واسه یه بارم که شده امتحانش کنم. فقط ریاکشن من و هانا و صدای اون آقایی که پشتمون داد میزنه. چون خیلی شلوغ بود لبخند الکی میزدم که یعنی داره خیلی بهم خوش میگذره. معلق سنندج رو اصلا بهتون پیشنهاد نمیدم که اگه دوست دارین هیجان رو مثل من سوسول نیستیم به این خیلی خوبه. من خیلی 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 ترسیدم و واقعا لذت نبردم. همین. آبجی جونم خونه‌شون سنندجه. شامو گرفتیم و بریم که سورپرایزشون کنیم. کل لعنتی است. هیچ وقت ندین. متاسفانه آبجی جون خونه نبودن و خونه باغ هستن و فقط خواهرزاده عزیزم خونه بود و خیلی از دیدن ما خوشحال شد و مام خیلی دلمون واسش تنگ شده بود. کلی سورپرایز شد. برامون خیلی سریع چای دم کرد. منم رفتم یه دونه واسه خودم ریختم چون همسرجان قبل از شام چای نمیخورن. منم شام رو آماده کردم ببریم سر سفره رو با هم دیگه بخوریم. چای بعد شام هم خوردیم و هانا با پسرخاله جون نشستن تخته بازی کردن، ولی خب هانا هیچی ازش نفهمید و دیگه به پایان آمد این سفر و فلاسکو پر چای کردیم و خداحافظی کردیم از خواهرزاده گلم و بابت زحمتی که بهش دادیم. ساعت حدود 12 شب بود و از میدان اقبال قشنگم گذشتیم و سنندج قشنگمون رو ترک کردیم. اگه از ولاگم خوشت اومد حتما لایک کن، نظرتو واسم بنویس، کانالمو ساب کن و به دوستات هم معرفی کن. مرسی که تا اینجا با هم اومدی و ولاگم رو دیدی. دوستتون دارم. بای بای.